در قلب کوهسار ختلان در یک گوشه بهشتی 40 دختر پاکدامن و زیبا زندگی می‌کردند. روزگار آنها آرام و لبریز از شادی بود. اما روز آسمان را ابری سیاه فرا گرفت. لشکر بیگانه از شمال هجوم آورد. آتش و خون و تهدید به این سرزمین سایه افکند. مردان دلیر ختلان برای حفظ ناموس به پا خیستند. جنگ سنگین آغاز شد. قهرمانان تا نفس آخرین جنگیدند، اما قوه ها نابرابر بودند. زمین از خون جوان مردان وطن لالگون گشت. جنگاوران ما شکست خوردند، دشمن به ما نزدیک نشود. هرگز تسلیم نمیشویم تا آخرین نفس مبارزه میبریم. نمیگذاریم ناموس وطن پایمال شود. وقتی امیدها کم شدند، 40 دختر تاجیک به میدان آمد. آنها تصمیم گرفتند کرده های ابریشمی با زره جنگی و گل های دست با شمشیر عوض شدند. بانوان تاجیک خود به سر به کمان بر دست گرفته و جنگاوران ناترس تبدیل یافتند. این یک معجزه بود. 40 دختر جسور در مقابل لشکر عظیم ایستادگی کردند. آنها نه برای شهرت بلکه برای شرف و آزادی وطن می جنگیدند. وقتی که قوهشان تمام شد و دشمن نزدیک آمد، دست به سوی آسمان برداشتند. خدایا جان ما را بگیر، اما نگذار به دست دشمن اسیر رفتیم. خداوند صدای آنها را شنید. نور الهی بر زمین ریخت و آنها به سنگ‌های عظیم تبدیل یافتند. این سنگ‌ها تا امروز چون رمز ناموس در کل کوه قامت افراختند. دشمن سیاه دل از دیدن این عظمت به لرزه آمد و رو به گریز نهاد. آنها فهمیدند که روح این ملت را شکستن امکان ندارد. این است افتخار ختلان و قصه 40 دختران، روحی جاودانه ای که در خون هر یک تاجیک جاری است. خوش آمدید به سرزمینی ننگ و ناموس، به ختلانی باستانی.